درود به شما. من محمودم و اینجا کانال روایت فانتزیه. اینجا جاییه که داستان‌های جاودانه‌ای مثل ارباب حلقه ها رو براتون بازگو میکنم. البته همراه با تصاویری که شما رو به دل این ماجراها میبره. پس اگر شما هم عاشق داستان‌های جذاب و خارق‌العاده هستین، جای درستی اومدین. اگر شما میخواین که کل داستان رو به خوبی و کامل متوجه شین، بهتره که از ویدیوهای اول کانال شروع کنین به دیدن، چون روال اصلی پیشرفت داستان رو ما از همون اول طی کردیم و قراره تا انتها این داستان رو پیش بریم. حالا اگر آماده این، با من وارد این دنیای هیجان انگیز شیم. فصل 8 از جلد دوم کتاب دو برج. پلکان کریتانگول. گالم داشت شنل فرودو رو میکشید و با ترس و بی‌صبری هیس میکرد. باید برویم، نباید اینجا بایستیم، عجله کنید. فرودو با اکراه پشت به غرب کرد و از پی راهنمای خود به سوی تاریکی شرق راه افتاد. حلقه درختان را پشت سر گذاشتن و پاورچین در طول جاده به طرف کوهستان رفتند. این جاده نیز زمانی مستقیم پیش رفت، اما طولی نکشید که به سمت جنوب متمایل شد تا آنکه درست به زیر دیواره صخره عظیمی رسید که از دور دیده بودند. خصمانه و سیاه‌تر از آسمان سیاه در پشت سر به فلک کشیده بود. جاده به زیر سایه صخره می‌خزید و امتداد می‌یافت و اون رو دور می‌زد و دوباره راه شرق رو در پیش می‌گرفت و با شیب زیاد بالا می‌رفت. فرودو و سم دلتنگ لک کنان پیش می‌رفتن و دیگه توان اون رو نداشتن به خطری که تهدیدشون می‌کرد چندان اهمیتی بدن. سر فرودو خم شده بود. معمولش از نو اون رو به طرف پایین می‌کشید. به محض اینکه چهارراه بزرگ رو پشت سر گذاشته بودن، سنگینی اون که تقریباً در ایتیلین فراموش شده بود، بار دیگه رو به افزایش گذاشت. حالا وقتی شیب راه را در مقابل پاهایش احساس کرد، خسته نگاهی به بالا انداخت و اون وقت اون رو دید. درست همان گونه که گالم گفته بود. شهر اشباح حلقه در مقابل حاشیه سنگی جاده کز کرد. یک دره اریب طولانی و مغاک عمیق و پرسایه تا دل کوهستان پیش رفته بود. در آن سوی دره، نه چندان دور از بازوی اون، بالای نشیمنی صخره‌ای بر روی زانوان سیاه افلدوات، دیوارها و برج میناس مورگول قرار داشت. زمین و آسمان گرداگرد آن همه تاریک بود، اما نوری اون را روشن کرده بود. مهتاب حبس شده نبود که از میان دیوارهای مرمرین میناسیتیل، برج ماه روزگار قدیم، زیبا و تابناک در میان گودی تپه‌ها به بیرون می‌تراوید. روشنایش اکنون رنگ پریده تر از مهتابی بود که در نوعی خسوف کند رنگ پریده بتابد و همچون تسعید فسادی بویناک، نوعی چراغ گورستان، چراغی که هیچ کجا را روشن نمی‌کند. می‌لرزید و موج برمی‌داشت. روی دیوارها و برج پنجره‌های هویدا بود که همچون سوراخ‌های سیاه و بیشمار به تهی درون اونجا مشرف بودند. اما فوقانی ترین لایه برج آهسته از این سو به اون سو و سپس در جهت عکس چرخید و سر عظیم شبحواری شب رو زیر نگاه گرفت. لحظه‌ای سه همراه اونجا ایستادن و خود رو جمع کردند و با اکراه به بالا نگاه کردند. گالم اولین کسی بود که به خودش اومد. بار دیگه شتاب زده شنلشان رو کشید، اما سخنی نگفت و تقریبا اونان رو با خود به جلو خرکش میکرد. هر قدمی که برمی داشتن با بیمیلی بود و زمان انگار آهنگش رو کند کرده بود، چنان که گویی میان برداشتن پا و زمین گذاشتن اون دقایق زجرآور بسیاری فاصله میافتاد. بدین ترتیب آهسته به پل سفید نزدیک شدند. در اینجا جاده که پرتو ضعیفی از اون میتابید از روی رودخانه‌ای که در وسط دره جریان داشت میگذشت و با پیچ و خم بسیار به سوی دروازه شهر بالا می‌رفت. مدخلی سیاه در دایره بیرونی دیوارهای شمالی گشوده بود. زمین‌های مسطح گسترده‌ای در هر دو سوی دره قرار داشت. مرغزارهای پرسایه‌ای آکنده از گل‌های سفید رنگ پریده. گل‌ها شبرنگ بودند، زیبا و از سوی دیگر به سبب شکلشان دهشت‌انگیز همچون اشکالی جنون‌آمیز در خوابی ناآرام و رایحه ضعیف تهوع‌آور و مرگباری از اونها متساعد می‌شد که شبیه بوی پوسیدگی بود و هوا رو آکنده کرده بود. پل از مرغزار این سو به مرغزار آن سو میپرید. تندیس‌هایی در دهانه پل برپا بود، تندیس‌هایی که آنها را به شکلی مزورانه انسانی و حیوانی اما مخدوش و نفرت انگیز تراشیده بودند. آبی که از زیر جریان داشت خاموش بود و بخار می‌کرد، اما بخاری که از اون برمیخواست
و حلقه میزد و دور پل میپیچید به طرزی مرگبار سرد بود و فرودو احساس کرد که سرش گیج میره و هوش و حواسش رو از دست میده. اون وقت یک باره با نیرویی که انگار غیر از اراده خودش بود شروع کرد به شتافتن و تلو تلو خوران پیش رفت و دستانش را کورمال جلوی خود گرفت و سرش به نوسان درآمد. سم و گالم هر دو از پی او دویدند. به محض آنکه فرودو درست در آستانه پل سکندری خورد و کم مانده بود بیفته، سم اربابش رو در آغوش گرفت. گالم نجوا کنان گفت اون طرف نه اون طرف نه. اما صدای نفس او در لابلای دندانهایش گویی سکوت سنگین را مثل صدای سوتی شکست و اون با وحشت روی زمین کز کرد. سم توی گوش اربابش گفت صبر کن آقای فرودو، برگرد، اون طرف نه. گالم میگه اون طرف نه و من برای یک بار هم که شده با اون موافقم. فرودو دستش را روی پیشانی کشید و نگاهش را از شهر روی تپه برگرفت. برج درخشنده اون را محصور کرده بود و اون با وسوسه دویدن از روی جاده درخشان به سوی دروازه شهر می جنگید. سرانجام تلاشش رو به کار گرفت و برگشت و تا چنین کرد این احساس به اون دست داد که حلقه در برابرش مقاومت میکنه و زنجیر دور گردنش رو میکشه. وقتی نگاه کرد انگار چشماش نیز کور شده بود. تاریکی مقابل اون ناپذیر بود. گالم که همچون حیوانی وحشت زده روی زمین کز کرده بود از همکنون در تاریکی ناپدید میشد. سم که زیر بغل اربابش رو گرفته بود و اون رو که تلو تلو میخورد در مسیر هدایت میکرد با آخرین سرعت ممکن از پی گالم راه افتاد. نه چندان دور از ساحل این سوی رودخانه شکافی در دیواره سنگی کنار جاده وجود داشت. از این شکاف گذشتن و سم دید که روی کوره راه باریکی قرار دارند که ابتدا همانند جاده اصلی به طرزی مبهم می‌درخشید، اما وقتی بالا رفتن و از مرغزار گل‌های مرگبار دور شدن رنگ باخت و تاریک شد و مسیر کج و معوج اون به طرف دیوارهای شمالی دره پیش رفت. در طول این راه هابیت‌ها پهلو به پهلوی هم با زحمت راه می‌رفتند و قادر به دیدن گالم نبودند که پیشا پیش می‌رفت، مگر هنگامی که پشت به راه می‌کرد تا آنان را با اشاره دست فرا بخواند. آنگاه چشمانش با پرتو سبز و سفیدی می‌درخشید و شاید پرتو مشمئز کننده مرگل رو انعکاس می‌داد یا نوعی خلق و خوی درونیش در واکنش به آن برانگیخته میشد. فردوس هم همیشه متوجه اون پرتو مرگبار و چشم خانه‌های تاریک بودند که مدام به طرزی وحشتناک از پشت به شانه آنان چشم دوخته بود و مدام چشمشان را در پشت سر به خود جلب می‌کرد تا کوره راه تاریک را بیابند. تقلا کنان آهسته پیش رفتند. وقتی از بوی تعفن و بخارات آن رودخانه مسموم بیرون اومدن، نفس کشیدن راحت تر شد و هوش و حواسشون تا حدی برگشت. اما حالا عضلاتشان فوق‌العاده خسته بود و انگار که تمام طول شب رو با بار سنگین راه رفته یا مسیر طولانی رو برخلاف جریان آب شنا کرده بودند. سرانجام دیگر ادامه راه بدون توقف امکان پذیر نبود. فردو ایستاد و روی یک تخت سنگ نشست. اکنون به بالای گرده یک صخره لخت صعود کرده بودند. در پیش رو یک برآمدگی در دیواره دره به چشم می‌خورد و کوره راه سر آن برآمدگی را که چیزی نبود جز یک رفع وسیع با شکافی در سمت راست دور می‌زد و پیش می‌رفت. راه از روی دیواره صاف شمالی کوهستان بالا می‌خزید تا آنکه در سیاهی آن بالا ناپدید می‌شد. فرودو نجوا کنان گفت من باید یه کمی استراحت کنم. خیلی روم سنگینی میکنه. پسرم سم خیلی سنگینی میکنه. نمیدونم تا کجا میتونم ببرمش. قبل از اینکه جرأت کنیم و راه بیفتیم به اون طرف باید استراحت بکنم. به راه باریکی که در پیش رو قرار داشت اشاره کرد. گالم با شتاب به طرفشان برگشت و هیسیس کنان گفت انگشتان او روی لبهاش بود و سرش را مصرانه تکان میداد. آستین فرودو رو کشید و به راه اشاره کرد، اما فرودو حاضر نبود از جا تکان بخوره. گفت هنوز نه، الان نه. خستگی و چیزی بیش از خستگی بر او فشار می آورد. گویی افسونی سنگین بر روی جسم و جانش مستولی شده بود. زیر لب گفت الان باید استراحت کنم. این حرف هراس و اضطراب گالم رو چنان افزایش داد که دوباره از پشت دستش هیسیس کنان به حرف اومد. گویی که این کار صدا را از چشم شنوندگان توی هوا پنهان نگه می‌داشت. نه اینجا جای استراحت نیست. احمقا، چشما میبینندمون. وقتی بیاین سر پل ما رو میبینن. را بیفتیم، باید برید بیاین. سم گفت بیا آقای فردو،
دوباره حق با اونه. نمیتونیم اینجا بمونیم. فرودو با صدایی ضعیف انگار که کسی نیمه خواب سخن بگه گفت باشه، سعیم رو میکنم. خیلی خسته از جا بلند شد، اما خیلی دیر شده بود. در اون لحظه صخره در زیر پایشون تکان خورد و به لرزه در اومد. صدای غرشی عظیم بلندتر از پیش برخاست و در کوهستان طنین انداخت. اون وقت ناگهان به طرزی کوبنده برق روشنایی سرخ خیره کننده‌ای پدیدار شد. آن دورها از پس کوهستان شرقی به آسمان جست و ابرهای کم ارتفاع رو به رنگ خیس خون در آورد. در آن دره سایه و سرما، روشنایی مرگبار به طرزی تحمل ناپذیر، خشن و تند به نظر می‌رسید. نوک سنگ‌ها و ستیغ کوه‌ها همچون دشنه‌هایی لب پر شده به رنگ سیاه خیره کننده در مقابل پرتو فورانی گورگوروت بیرون زده بود. سپس صدای تندری عظیم به گوش رسید و میناس مورگول پاسخ داد. درخشش آذرخشی کبود رنگ دیده شد. چنگک‌های آتشی آبی رنگ از برج و تپه‌های اطراف به سوی ابرها گرفته بالا جست. زمین نالی. از شهر صدای فریادی به گوش رسید، آمیخته با صداهای بلند و گوش خراش، همچون صدای پرندگان شکاری و شیهه بی امان اسبان رمیده از خشم و ترس. صدای جیغی شکافنده و لرزاننده شنیده شد و اوج گرفت و شدت آن سریع به ورای دامنه شنوایی رسید. هابیت‌ها به سوی آن چرخیدن و خود را روی زمین انداختند و دستای خود را روی گوشایشون گذاشتند. وقتی فریاد دهشتبار خاتمه یافت و پس از زجه‌ای نفرت انگیز و طولانی به سکوت انجامی، فردو سرش را بلند کرد. آن سوی دره باریک اکنون تقریباً به موازات چشمانش دیوارهای شهر اهریمنی قرار گرفته بود و دروازه مغاره مانندش به شکل دهانی باز با دندانهای درخشان کاملاً گشوده شده بود و سپاهی از دروازه بیرون می‌آمد. تمام سپاهیان تنپوش تیره‌ای به سیاهی شب بر تن داشتند. فرودو در مقابل دیوارهای رنگ پریده و سنگ فرش شبنمای جاده اشباح کوچک سیاه را صف به صف می‌دید که چابک و ساکت گام برمی داشتند و با جریانی بیوقفه بیرون می زدند. پیشا پیش آنان سوار نظامی به سان سایه های منظم حرکت می کرد و در طلایه سواری بزرگتر از باقی سواران قرار داشت. سواری یک پارچه سیاه پوش. جز روی سرش که روی اون باشلو کلاهخودی داشت شبیه تاجی که با پرتوی هولناک می درخشید. حالا داشت به پل در آن پایین نزدیک می شد و چشمان خیره فرودو اون رو دنبال می کرد و توان اون رو نداشت که پلک بزنه یا سر برگردونه. آیا به راستی فرمانروای 9 تن سوار بود که به زمین بازگشته بود تا سپاه هولناکش را در نبرد رهبری کنه؟ اینک؟ بله، اینک به راستی پادشاه افریت بود که دست سردش حامل حلقه را با ضربت دشنه مرگبارش به خاک افکنده بود. زخم کهنه به طرزی دردناک میسوخت و سرمایی عظیم منتشر میشد و به سوی قلب فرودو میرفت. به محض اینکه این افکار از ترس میخکوبش کرد و انگار با افسونی اون را بر سر جا نگه داشته بود، سوار ناگهان در مقابل ورودی پل متوقف شد و پشت سر اون تمام سپاهیان بی حرکت ایستادند. وقفه‌ای پیش آمد. سکوتی مرگبار. شاید حلقه بود که فرمانروای اشبار را به خود می‌خواند و لحظه اون را سراسیمه کرده بود و نوعی قدرت دیگر را در محدوده دره خیش احساس می‌کرد. سر سیاه با کلاهخود و تاجی از ترس به این سو و آن سو چرخید و سایه‌ها رو با چشم نادیدنیش از نظر گذراند. فرودو مثل پرنده‌ای به هنگام نزدیک شدن مار منتظر ماند و توان جنبیدن نداشت. همان گونه که انتظار می‌کشید، بیش از پیش احساس ضرورت و الزام کرد که حلقه رو به دست کنه. اگرچه فشاری بسیار عظیم بر اون وارد می‌آمد، اما حالا رغبتی برای تسلیم شدن احساس نمی‌کرد. می‌دانست که حلقه فقط اون رو لو میده و اینکه حتی اگر حلقه رو به دست کنه، قدرت روبرو شدن با پادشاه مورگول رو نداره. نه هنوز. اراده خود اون دیگر هیچ پاسخی به این الزام نمیداد. هرچند وحشت جرأتش رو گرفته بود و فقط ضربه‌های نیروی مهلک رو احساس میکرد که از بیرون بر اون وارد میومد. این نیرو دست اون رو گرفت و همچنان که فرودو بیمیل اما در حالت تعلیق با دیده دل مینگریست، دست فرودو را ذره ذره به سوی زنجیری که از گردنش آویخته بود حرکت داد. آنگاه اراده خود اون به جنبش درآمد. آهسته دست رو مجبور کرد
که برگرده و اون رو به یافتن چیز دیگری کمک، چیزی که نزدیک سینه‌اش پنهان شده بود. وقتی مشتش دور آن بسته شد، سرد و سخت بود. شیشه گالاتریه که اون رو مدتی چنین طولانی پنهان کرده و تقریباً تا به این ساعت فراموش کرده بود. وقتی اون رو لمس کرد، لحظه ای فکر حلقه به کلی از سرش بیرون رفت. آهی کشید و سرش رو پایین انداخت. در اون لحظه پادشاه اشباح برگشت و ضربه‌ای به اسب خود زد و از پل گذشت و همه لشکریان سیاهش از پی او روان شدند. شاید با شلوغ‌های الفی چشم‌های نادیدنی اون رو ناکام گذاشت و ذهن دشمن کوچکش که قدرت گرفته بود فکر اون رو منحرف کرد. اما اون شتاب داشت. وقت از همکنون تنگ بود. باید به فرمان ارباب بزرگ خیش راهی جنگ در غرب میشد. به زودی همچون سایه‌ای از جاده پرپیچ و خم به درون سایه‌ها خزید و پایین رفت و از پس او هنوز صف‌های سیاه از پل می‌گذشت و چنین سپاهی عظیم از زمان فرمانروایی ایزیلدور تاکنون از دره بیرون نزده بود. تاکنون هیچ لشکری چنان مهیب و نیرومند و مسلح بر گدارهای آندوین نتاخته بود و با این حال این فقط یکی از لشکرهای مردور بود که برای جنگ گسیل میشد و نه بزرگترین آنها. ویدیو امروز ما هم به پایان رسید و امیدوارم از محتوا و داستان این قسمت هم لذت برده باشید. ممنون میشم اگر پیشنهادی برای بهبود روند کانال و بهتر شدن ویدیوها دارین اونو توی کامنت به من بگین. از این نکته هم نباید غافل شین که لایک کردن شما باعث دلگرمی من میشه. تا ویدیو بعدی و شروع قسمت جدید، بدرود.